صدای آزادی فرا می‌خواند. این افسانه که مردم خاورمیانه برای دموکراسی آماده نیستند، با هر انقلاب فرو می‌ریزد و این حقیقت خود را از پشت افسانه دروغین به نمایش می‌گذارد که نه مردم بلکه قدرت‌های انگلی متکی بر زر و زور در سطح محلی و جهانی اند که به شدت از استقرار دموکراسی و حکومت مردم توسط مردم در کشورهای خاورمیانه وحشت زدند. حالا در مصر یک بار دیگر این حقیقت چهره خود را به نحو درخشانی نشان می‌دهد و این بار زیر نور پروژکتورها. اما صنعت نوین و دنیای ارتباطات فقط امکان مردم برای خبررسانی را افزایش نداده، بلکه به موازات آن زورمندان را مجبور کرده به شیوه‌های پیچیده تری برای ریاکاری و وارونه نمودن حقایق روی بیاورند. حالا همه صاحبان زر و زور طرفدار مردم و انقلابشان شدند، از خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه آن که فقط در ماه‌های اخیر صدها نفر را به دار آویختند و از صدور اجازه یک راهپیمایی در حمایت از انقلاب‌های مصر و تونس وحشت دارند، تا اوباما و سارکوزی که دولت‌هایشان دو حامی اصلی و سنتی مبارک و بن علی بودند. اما مسئله مردم و انقلابشان چه در مصر، چه در تونس و چه در ایران استقرار حکومت خود مردم توسط مردم است. مردم کشورهای خود را دوست دارند و در انقلاب‌هایشان پرچم کشور خود را به دست می‌گیرند، نه برای اینکه همه مثل هم هستند، بلکه برای اینکه این حق به طور طبیعی پذیرفته شده که در هر وجب خاک کشورشان این اراده مردم با حفظ همه تفاوت‌هایشان است که باید در موضع تصمیم گیری بنشیند، نه اراده قدرتی که بر سر نیزه تکیه دارد، نه اراده قدرتی که بر پول مردم چنگ انداخته، نه اراده یک شورای نگهبان که ولی فقیه منصوب می کند و نه اراده یک کمیته عاقلان که به نام مردم تعبیه می شود. یک گروه مصری اخیراً ویدیویی در یوتیوب منتشر کرده تحت عنوان صدای آزادی که مضمون آن همبستگی در عین حفظ اختلافات است. این معادله مهم است. مصر راه درازی برای رسیدن به آزادی در پیش دارد، اما اگر هر یک از دو طرف این معادله همبستگی با اختلافات واقعی حذف شود، اگر فقط یک صدا شنیده شود و به نام همه سخن بگوید، یا اگر اختلافات بر اتحاد مردم برای براندازی استبداد و ستم غلبه پیدا کند، این راه که همکنون هم به شدت سنگلاخی است به بنبست خواهد رسید. شبکه الجزیره این آهنگ را ترجمه کرده است. خوانندگان عبارتند از مصطفی فهمی، محمد خلیفه و محمد شاکر.